سلام به همه دوستان عزیز و همیشه همراه. همینطور به دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن. دوستان عزیز، اگه یادتون باشه تو پست قبلی مربای عقاقیا رو با 3 روش آموزش دادم. حالا با هم میریم یه شربت خوش‌طعم و خوش عطر رو آموزش ببینیم. شربت گل عقاقیا. این شربت بسیار عالی و دلچسبه. برای شربت عقاقیا 5 لیوان آب داخل قابلمه ریختم و 2 کاسه بزرگ گل عقاقیای تمیز و شسته شده. طریقه شستشوی اونو همراه با لینک مربای عقاقیا براتون میذارم. بعد قابلمه رو روی حرارت ملایم گذاشته و حدود 10 دقیقه میذارم تا بجوشه. بعد از اینکه جوشید میذارم تا کمی از اون داغی در بیاد و بتونم صافش کنم. توی ظرفی یه سبد صافی میذارم و پارچه پنیرگیری و آب گلها رو از صافی رد میکنم. بعد از اینکه یه مقداری خنک‌تر شد، گل‌های داخل پارچه رو یه مقداری فشار میدم تا عصاره گل‌ها کامل داخل آب شربت بشه. کاملا فشار بدین گل‌ها رو که عصاره اون کامل خارج بشه. خب این آب صاف شده شربتمونه. حالا بریم یه مقدار بیرون بگردیم و گل‌های درخت عقاقیای تمیز و بدون شته رو ببینیم. یه مقداری هم توی باغ بگردیم. بچه‌ها این درخت سنجده و اینقدر خوش عطر و بو هست زمانی که گل میده، مخصوصاً صبح زود و موقع غروب. واقعاً عطر خیلی خوشی داره. حالا برمیگردیم دنباله درست کردن شربتمون. من از 5 لیوان شکر استفاده میکنم. و 5 لیوان آب عصاره عقاقیا. یه لیمو رو قاچ میکنم. یه مقداری از قاچ‌هاشو داخل شربت میندازم. و یه مقداری هم آب لیمو. میتونین از آب لیموی آماده هم استفاده کنین یا جوهر لیمو. بعد از اینکه مواد شربتمون آماده جوشیدن شد، قابلمه رو روی حرارت متوسط میذارم تا شربتمون بجوشه و به غلظت لازم برسه. دوستان اگه موافق باشین میریم داخل باغ یه مقدار گل و گیاه ببینیم و همینطور یه مقدار چاقاله. البته من خودم زیاد اهل چاقاله بادوم نیستم، اما 1-2 تا که خوردم جاتون خالی، خیلی خوشمزه بود.
حالا بریم هم طوفانی هوا، هم این که هوای خیلی خوبیه، میریم میگردیم و لذت میبریم. طوفان دیگه واقعا داره شدید میشه، بهتر اینی که برگردیم آشپزخونه. زمانی که شربتمون یه مقداری جوشید روی اون کف جمع میشه. کف شربت رو حتما بگیرین که شربت شفاف داشته باشین. میتونین همون رنگی که خود شربت داره داشته باشین یا اینکه مثل من یه مقدار زعفران بهش اضافه کنین. میتونین زعفران دم کرده یا زعفران خشک ساییده اضافه کنین. تا جایی که میشه حتما کف اونو بگیرین و بعد از اینکه به غلظت لازم رسید شربتمون آماده است. ببینین چه شربت خوش رنگ و عالی. برای تابستان در پیش رو واقعا میچسبه. به شربت یه مقدار یخ اضافه میکنم و آب سرد. جای همه شما خالی. این شربت خیلی خوش طعم و خوش عطره. فقط غلظت شربت رو ببینین. غلیظ به اندازه کافی که با هم زدن سریع حل نمیشه و باید همش بزنین خیلی تا کامل حل بشه. دوستان جاتون خالی و خدا نگهدارتون.